شورت اسمتولویف معاون اول رئیس اوریون بانک یکی از بزرگترین بانک های تاجیکستان از شام 23 ایون سال 2023 ناپدید شده است و تا کنون هیچ نشانه از او را پیدا نکردند. رادیوی آزادی روز 25 ایون با تکیه به منبعش خبر داد که شورت اسمتولویف را شام 23 ایون از نزد منزل زیستش واقع در محله معروف به 8 مارت نوی اسماعیل سامونی در مرکز شهر دوشنبه چند نفر نامعلوم به ماشین سبکرو خوندای صنعت رنگش سیاه سوار کرده به سمت نامعلوم بردند. به گفته یک منبع رادیوی آزادی، تفتیش وزارت کارهای داخله ثابت کرده است که رقم ماشین قلبکی بوده است. یک تن از دوستان شورت اسمتولویف که نخواسته است از اون نام برند، روز 25 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که از زمان ناپدید شدن تا کنون رقم‌های تلفنی او کار نمی‌کنند. کامراهای نظارتی نشان دادند که او را از محله 8 مارت سوار کردند و این ماشین از طریق بازار کوشانیان به سمت نویه ورزاب رفته است. شورت نه سفرهای خارجی یا یگان منطقه دور نمی رفت، هیچگاه شب در دیگر جا نمی ایستاد و حتما به خانهش می آمد. خانوادهش سخت نگرانند، گفته است او. در شعبه کارهای داخلی نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه تصدیق کردند که شهروند ناپدید شده از محله 8 مارت را جستجو دارند، ولی تفصیلات دیگری ندادند. شورت اسمتولویف 49 سال داشته از افراد نزدیک به حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک و دادرعروس امام علی رحمون پرزیدنت تاجیکستان به شمار می رفت. او سالهای زیاد معاون اول رئیس اوریون بانک بود و به گفته آگاهان عملا کار این بانک را او پیش می برد. مسئولیت خریدارهای اوریون بانک و همین طور تأمینات چاره‌بینی های دولتی که مبلغ گذاریش را این بانک در دوش می گرفت اساساً در دست شورت اسمتولویف بود و گاه وی را به این دلیل خلطه پول اوریون بانک نیز می نامیدند. برادر او دلشاد اسمتالله زاده قبلا معاون آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و سال 2019 تا 2022 رئیس شرکت هواپیمایی بحران زده تاجیک ایر بود، ولی این شرکت را دیگر باره فعال کردن نتوانست.